بر اثر ترکش بمب در زیر یک اتوبوس در شهر کابل پایتخت افغانستان 4 سرباز افغان هلاک شدند، کم از 6 نفر دیگر جراحت برداشت. در شبکه‌های اجتماعی طالبان مسئولیت این بمبگذاری را بر دوش گرفتند. در شهر ولگاگراد روسیه مراسم یادبود اولین سالگرد بمبگذاری اتوبوس مسافربر که حیات کمش 36 نفر را از بین برد برپا شد. آن حمله را یک زن مرگ طلب از جمهوری داغستان روسیه عملی کرد. بعد 2 ماه حمله 21 اکتبر 2 حمله تروریستی دیگر ولگاگراد را تکان داد که در نتیجه آن حمله ها جمعاً 34 کس به هلاکت رسید. در پایتخت گرجستان در مقابل قرارگاه حکومت این کشور دهها فعال جامعه شهروندی با دیگ و طبق بر ضد خشونت خانوادگی گردهمایی اعتراضی تشکیل کردند. چاره‌بینی‌های دسته جمعی بر ضد خشونت خانوادگی بعد کشتار یک عده زنان از سوی شوهرانشان راه‌اندازی شد. در قرقیزستان 7 نفر به نشان اعتراض از بالاروی نرخ برق 4 روز این جانب گرسنه‌نشینی دارند. این گروه روز را در یکی از پارک‌های بیشکک سپری کرده شبانه در کنار آن در ماشین‌هایشان خواب می‌روند. اخیراً در قرقیزستان نرخ نیروی برق را 50% بالا بردند. در شهر پیشاور پاکستان روزنامه‌نگاران بر ضد بسته شدن یک شبکه خصوصی تلویزیونی اردو زبان از طرف حکومت صدا بلند کردند. نهاد ناظر مطبوعات پاکستان گفت تلویزیون اری به مدت 15 روز از پخش برنامه‌هایش محروم شد، زیرا مصاحبه را نمایش داد که در آن نظام دادگاهی این کشور گویا مورد تهمت قرار گرفتند. شبکه دیگری تلویزیون اردو زبان با نام گیا بعد بحث با اداره جاسوسی این کشور از مجوز پخش محروم شد.